دعای هنگام وارد شدن در خانه یا اتاق یا هتل خود، وقتی که انسان وارد مسکن خود، خوابگاه خود می شود و یا جای استقرار و جای نشست خود داخل می شود، این دعا را بخواند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است: بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا. بسم الله به نام الله تعالی ولجنا داخل شدیم، به کمک الله داخل خانه شدیم، و بسم الله خرجنا و به کمک الله از خانه بیرون شدیم. در وقتی بیرون شدن از الله کمک خواسته بودیم و در وقتی داخل شدن هم از الله کمک میخواهیم. و علی الله ربنا توکلنا، و بر الله تعالی اعتماد ما است، توکل داریم، خود به الله سپاریدیم. در صحیح مسلم حدیثی از جابر رضی الله عنه روایت است. او می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیده که می گفتند: اذا دخل الرجل بیته، وقتی شخصی داخل خانه خود شد، فذكر الله عند دخوله، پس یاد الله را در وقت داخل شدن خانه خود کرد. از جمله یاد الله دعایی که ثابت شده پیشتر خوانده: بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا. چنین یاد الله را کرد. و عند دخوله و عند طعامه، در وقت داخل شدن خانهش، و همچنان یاد الله را در وقت نان خوردنش. وقت نان خوردنش یاد الله را بکند. وقت نان خوردن چطور یاد الله را میکنه؟ بسم الله. وقتی که نان شروع میکنه بسم الله. اینجا هم کمکش از الله است، از الله کمک میخواهد، به نام الله شروع میکند. و اگر در ابتدای طعام فراموش کرد، باز در وسط بسم الله فی اوله و آخره، یعنی به نام الله از اول نان و آخر نان، همه به کمک الله و به نام الله اینان را ما میخورم. قال الشیطان، وقتی که ذکر الله را در وقت داخل شدن خانه و در وقت نان خود انجام داد، شیطان چی میگه؟ لا مبیت لکم ولا عشا، دیگر جای برای شما نیست در خانه، دیگر خوابگاهی برای شما نیست، جای راحت برای شما در خانه نیست، و نه عشا، نان و طعامی برای شما در خانه است. چون این شخص به الله پناه برد. شخصی که به الله پناه ببرد، الله او را حفاظت میکنه. دیگر این مقام شما نیست. ببینید شیطان چقدر پلید است، لحظه ها را از انسان استفاده میکنه به خاطر گمراهی انسان. وقت داخل شدن خانهش و وقت خواب کردنش، وقت نان خوردنش، همه این لحظات ترقب میکند، مراقبت میکند که انسان غافل بود، فوراً در زندگی از او داخل میشه، وسوسه میکنه، ایرا غافل میسازد. اما شخصی که اگر داخل خانه شد این ذکر انجام نداد و همچنان در وقت نان خوردنش، باز میگه اینجا جای شما است، اینجا جای گمراه کردن شما است و اینجا نان شما آماده است. یعنی از این راه میتونین که شما این شخص را صدمه‌ای برسانین، ضرری برسانین، وسوسه‌ای در قلبی ازی بیارین، در فکری ازی بیارین، ضرری در خاندانی ازی وارد کنید. پس انسان نهایت متوجه بوده باشه، هر لحظه از یاد خدا فراموش نباشد و هر لحظه خدا به الله بسپارد و به الله هر لحظه تجدید عهد بکند، تا اینکه یاد خدا از سری ازی هم دور نشود، حفاظت خدا هم از سری ازی دور نباشد.